آتنا قفوریان هستم، کلاس خانم نادری، اسم مدرسه سهام خیامه، کلاس اول 1. ما میخوایم رنگا رو با میوه ها و شاخه ها درست کنیم. با رنگا میوه ها و شاخه ها درست کنیم. خب بچه الان ما پودر زردچوبه داریم، پودر لبو داریم. الان ما میخوایم لیوان برداریم، یک ذره قاطی کنیم. خب ما الان میخوایم رنگا رو با هم قاطی کنیم. الان ما میخوایم یک کم از این آبها به این اضافه کنیم. و یک کم برای این استفاده. بچه ها ببخشید من باید کم دیگه خب ما الان یک کم از این رو میریزیم تو این، بعدش هم یک کم از این رو میریزیم تو این، بعدش با هم قاطی میکنیم. ببینیم بچه ها ما الان رنگ نارنجی داریم. خب حالا ما میخوایم اول یه دونه نقطه میذاریم اینجا، بعدش هم با نارنجی اینطوری اینطوری اینطوری. خب حالا رنگش خب حالا یه کمی اینو میذاریم تو آب، باز دوباره خشکش میکنیم. بعدش حالا این نقطه رو میذاریم اینجا، بعدش قرمز رو برمیداریم اینطوری اینطوری اینطوری. حالا ما رنگش میکنیم. بعدش خیسش می‌کنیم، دوباره خشکش می‌کنیم. بعدش رنگ قرمز رو برمی‌داریم، نقطه میزنیم.
بعدش رنگ زرد رو برمی‌داریم، رنگ زرد اینطوری حالا رنگش میکنیم. خب حالا شاخه‌هاشو میخوایم بزنیم. هر شاخه‌ای یه رنگ داره. شاخه نارنجی. پس نتیجه میگیریم با میوه ها و رنگ ها میشه رنگ هم درست. خدا